بیا نه آقا فارس شما یکی بخورید ایست کجا میبری؟ خونه. مرسی آقا نیما شما چطوری؟ من شما رو بردم قهوه خونه. مرسی ما رو برد قهوه خونه. آقا ما امروز قراره همو ببریم دیت. بدونی که بدونیم کجا ببریم. آقا نیما استارت قهوه زده ما رو برد قهوه خونه و قراره واسمون غذا سفارش بده. آیتم سفارش بده. ببینیم کی دیت بهتری میبره. آقا نیما برو سفارش‌ها رو بده ببینیم چی سفارش بده. تو باید سورپرایزمون کنی ما نمیدونیم. تو خور میگم 3 تا چایی. دوساله. آره داخل تخمون ندیه. من چیز میخوام. من آشوشه میخوام. من بوقلمون میخوام. What؟ ما چه کرده؟ ماشاءالله. آقا نیما آش دوست نشم. یه سوال شما خودتون با اینو میخورید یا اینو؟ آش دوغ. 100% آش داشته. من که وای چرا 100% آش داشته. آقا ببین آقا خودشون آش نخواستن من 3 تا میگرفتم سفارش داشت برای من نکن برای من چی نگید خودشون گفتن 2 تا آره نه 2 تا عالی داشته خودش سیر میشه داداش الان اینو بخورم شما میخواین 2 تا جای دیگه بریم باید آرومانم سفارش بدید ببینیم تو ما رو بزن چیا داشته باشی دیتی که من میخوام ببرمشون 3 تا چایی هم گرفتم بخورید من گوشتمه دیگه واسه من بریزم اینا من نمیخوام بردار یه ذره بله خود در بزن همیشه وقتی دوست داشتم برم دیت دختر منو حساب کنم با بریم یعنی ببین تو میخوری آش داشته نه عملا آقا پاسا دل رم به بخورم من قصه من نمیخوام آقا من میشه خوردن نگیر آقا نیما دست شما درد نکنه آقا نیما این صحنه رو داشته باش بسم الله آقا نیما بهترین این زیاد نمی‌کنه آقا دیت جدی ببرید آشوشه بدید داداش خیلی قشنگه اون رفیقم که خیلی خوب میخوره عمرم اول اینو میذارن اینو میخوان یا اول اینو میخورن اونو میذارن اول اونو میذارم بعد اونو اینو میخوره ولی من نونو تریت میکنم داداش نه اینجوری دهن باز کنید نونو داداش اینجوری میخورن نگاه کن آه منم دلم خواست بلد نیست من یه زندایی دارم ببین آش رشته درست من در حد چی ولی بدم میاد آش رشته آجی الان تا اینجاش به من حال داد کاش ویدیو همینجا تمام بشه من واقعا زورم به چام بدم کوفتم میشه خیلی ایده خفنی خیلی حال داد آفرین بهترین دیتو میدیم به تو ویدیو رو همینجا تمامش می‌کنیم آفرین خیلی آقا خوب سردتر بود خیلی هوا ببخشید دیگه میگم سردش کنن قدم بلند شدی بود آقا پارسا نظر راجع به دیت آقا نیما چی شد خیلی دیت خوبی بود دیت حال داد بعدی نبود فقط یه ذره امکانات از 1 تا 10 بیشتر میدی اول تو بده اول تو بده نه ما اهل دادن نیستیم اول بزرگتر نه اول شما من هیچ وقت کوچیک‌تر حرف نمیزنم اصلا بده نه چه اعتماد به نفسم میگه ده یا آش نصفه آش دادی با چای دادی با این نبات دیگه بچه‌ها همیشه زرنگ باشید من از 1 تا 10 بهش 6 میدم 6 زیادش هم خیلی زیاده آره بعد من میگم من چند میدم یه جوری من چون چیزا من 7 میدم 7 میدی خوبه نه عوض نمیشه 6 کافیته 6 منم 7 نه این 6 من 7 تمام شد 6 بسته دیگه نه 7 بده چرا 7 میخوای 500 بزن 7 میدم ناموسا 500 بدی 7 میدم ناموسا 300 بده 8 میدم به دختر رو بگم آفرین آقا دخترانه چنل لطفا نظر بدید پسرا هیچ گونه نظری ندن خیلی ممنونم از شما بریم آقا سراغ دیت پارسا آقا پارسا ما رو برد کجا بستنی فروشی حاجی بابا برید حال کنید ببین عشق کنید ببین آره الان قراره بره به سلیقه خودش واسه ما سفارش بده یه شب دیگه فکر دختر بودی دیت داش من با دخترم میرم اون حساب میکنم مرسی حساب میکنم خب برو سفارش بدهش کنیم بدو چیزکیک رو بزن بره چیزکیک رو یعنی دهن ما رو این پارسا سرویس یعنی دهن ما 1 ساعت این داره دنبال تو گوگل سرچ میزنه ارزان ترین کافه های ایران ارزان ترین کافه های کرج من میام خلاص دو تا دار بذار من یه گاز من واسه یه گاز بخورم بده من آب انار رو ببین به بفرمایید
انارش ببین آقا نیما طبیعیه یهو خور میخوری در عدیمت بدمت میخوری؟ خیلی خفن آوردن خیلی حال کردم بهت 5 میدم با مردی که خر گاو چی 5 میدم آوردنش واقعا خفنه آقا میشه در ما بدی؟ نشون بده 2 تا قاشق برای یعنی برای چی؟ برای 2 نفر. مرسی آقا دهن‌زدی من دیگه نمی‌ذارم بزنی. وسواسی. بده من یه بیا خودم. بابا بده من یک چیز خودم بردارم دیگه زیاد بده خود آیلا دست خودم. چه زیاد بردارم؟ این بغلش که کنده نمیشه یکم آقا بفهم باش خدای چقدر خوشمزه است مانی اینو چیزی که سفارش میدیم تو رو خدا مانی آقا یه قاشق بده تو زیاد برش. کوشی بخواد کوشی تو رو خدا کوشی خفه شو بهترین چیزی که بود یه قاشق نیما یه قاشق خفه شو دیگه گوساله نیما اصلا آبرو تو صد مهم نیست آقا نیما به پارسا چه نمره میدی بابت دیتی که ما رو برد؟ آره به خود پارسا 2 به اوروه 10 ببین پارسا اخلاقش گوه بود یعنی من اگه دختر بودم خب واقعا از پارسا خوشم نمیومد واقعا پارسا رو کنسل میکردم خب و پارسا برای آدم گوه واقعا آدم بدرد خب بیاسو دیدی فاکر خب موینی پور باز هم موینی پور بده اولش موینی پور چیکار کنم بده بعد آره دیگه در دیت اول دختر من بهش موینی پور میدی؟ موینی پور شیکاگو خیلی دوست دارم دخترا بعد آره دیگه من به پارسا جدی نمره 8 میدم 8 کیک خدای خوش نداد ولی خیلی از تو خورد کرد خدایی واقعا خسته شدم آره الان باید به غذاش بدم یا به خودش ترکیب کن میانگین بگی ترکیب میانگین کنم میشه 6 7 بده من تو 7 دادم بعد اینو بیشتر 7 بده بهش 7 باشه 7 حلالت خیلی تو آدم میخواد 8 خب آقا بریم من 8 میدم اصل کار من این گوساله ها رو قراره ببرم کجا اینجا گوساله فروشی قراره برمشون جیگر بدم بهشون یعنی ببین دخترها عاشق اینن واقعا جیگر خیلی واقعا دوست دارم بری بهشون غذای جیگر جوجه یا جیگری داداش خایمال نکن من جیگر دوست دارم من کوبیده بزنم آره خب بریم دیگه آقا بریم خداحافظ فقط شما کوبیده رو نگاه کن یه دونه پارتو تو کوبیده میخوای 3 سیخ کوبیده یه دونه از 3 سیخ کوبیده یه دونه این خیلی خوش شده یه دونم باش A few moments later. خیلی گوشتم آقا من جای بد نمیارم من راضی بودم نمره چند میدن نمره بریم تمام شه بریم نمره چند میدن من چون مثلا نداشت چون هم نوشابه نخرید هم گوگل چون 8 شد کامل بود دیگه من 8 شدم 8 شد 8 دادی به من؟ جاکش من به تو 8 دادم تو آب انار دادی آب انار رو 8 دادی بس واقعا 8 شد با آقا چون من نوشابه من خودم حساب کردم من ناراحت شدم از این از من نوشابه نداشت یه دونه کم کردم مگه من راضی بودم دیگه هم ازم گرفتی از منم گرفتم چون دختر نبودی واسه نوشابه نخریدم تازه مگه میشه تو بری کبابی نوشابه نباشه انگار فوش ناموس داری خب حالا اشکال نداره من بهش 8 میدم ببین شما 2 نفر بودید طبیعتا من با دو دختر نمیتونم همزمان برم دیت اشکال نداره من نو شاد سی نو میدم همتون این تبانی کردید این شد چند این شد 18 من شما بکشم شما کم به من با هم شد اینم شد 14 آقا سر آقا خیلی حال داد واقعا
واقعا حال داد. لطفاً ویدیو رو لایک کنین، ما هم سابسکرایب کنین. مثلا پولی که خرج کردیم در بیاد آقا. واقعا بدبخت شدیم. غذای من همتون بهتر بود. یعنی میام بعد من. واقعا چرت و اون پرت. چیز کیک بد بود. چیز که خوب بود ولی آهنگش بد بود. پشتش واقعا بد. اعصاب اون خیلی واقعا